تیغدم. مطمئنا از دیدن این پرنده تعجب کردید، چون این پرنده همونطور که از اسمش مشخصه دمی به شکل تیغ داره که بسیار جذابش کرده. اینم بگم که این پرنده یه جفت کیسه هوا تو گلوش داره که در طول معاشقه با پرندگی ماده متورم میشه. پرندگان تیغدار در غرب و جنوب کانادا زندگی میکنن و خیلی کم پیش میاد که این پرنده رو بتونید جای دیگه ببینید. شماره 8. گرگ یالدار. گرگ یالدار از خانواده سگسانان وحشی به حساب میاد و بومی آمریکای جنوبیه. چهره این حیوان خطرناک شبیه به گرگه و پاهای بلند، گوشهای باریک و ترسناک داره. گرگ یالدار از بلندقدترین سگسانان وحشی به حساب میاد که قدش به 90 سانتی متر هم میرسه. احتمالاً بلند بودن پاهای اونها به دلیل زندگی در دشت‌ها و زیست بومشونه که به مرور زمان به این شکل در اومده. گرگ‌های یالدار گوشتخوار هستند و برای بقا برخلاف اغلب سگسانان وحشی ترجیح میدن به صورت انفرادی شکار کنن. شماره 7. خوک سلواسی شمالی. خوک‌های زیادی وجود دارن، اما این نوع از خوک واقعا عجیب و حیرت انگیزه. یقین دارم که قبلا از وجود همچین حیوانی مطلع نبودید، چون تا همین چند سال پیش هم کسی فکرشو نمی‌کرد همچین حیوانی وجود داشته باشه. این حیوان بومی جزایر اندونزیه و در کمال ناباوری 4 عاج داره که نتیجه بزرگ شدن دندون‌های نیش بالا و پایین. شماره 6. دلفین نهنگی پوزه کوتاه. دلفین نهنگی پوزه کوتاه عضو خانواده دلفین‌های اقیانوسیه که بومی آسیای جنوبی، جنوب شرقی آسیا و شمال استرالیاست و ارتباط نزدیکی هم با والهای کشنده داره. چهره بسیار خنده‌دار و بامزه‌ای داره که باعث شده خیلی سریع در فضای مجازی به شهرت برسه. در هنگام تولد این دلفین نزدیک به 1 متر طول و 10 کیلوگرم وزن داره. این دلفین با سرعت نسبتاً کندی شنا میکنه که بارزترین خصوصیات ظاهریش هم سر بزرگ و گرد شکله.